بینی نسبتاً پوستشون یه مقدار ضخیمه ولی خب بدک نیست. یه قوس کوچولویی دارن. بله بسیار خوب. چی می‌خواید؟ بینی پوستش برداشته بشه، یک کوچولو هم به بالا بشه. پس تقریبا طبیعیه. قوس یکم داشته باشه، سرش هم یکم بالا. سوراخ‌های بینی کوچیک بشه، جمع بشه و عرض بینی هم کوتاه بشه، سوراخ‌هاش یکی باشه، تنفس هم مشکل نداشته باشه. و جمع بشه دیگه، کلا سر بالا بشه، خوشگل بشه دیگه. لیلا خانم که عکسشون هم می‌بینید. اینی که پوست داشت و افتادگی نوک بینی، البته پوست ضخیمی دارن. پوزشون فرد امکان اصلاح شد و نوک بینیشون هم کوچیک شد و یه مقدار که درخواستگاهشون سر شد. امیدوارم که راضی باشن.